آشیا نگشتم. هموطنان عزیز با وطن خوش آمدین. بنیاد خیری الحاج احمد شاه فقیری برای انتقال عزیزان ما اماره در خدمت عزیزان هست و این روند ان شاء الله در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و از همه مردم آرزو داریم که این عزیزان رو با آغوش باز بپذیرند که اینها بسیار خسته و از راههای دور آمدن و اینها قابل مهربانی هستند. ما از بنیاد الحاج احمد شاه فقیری تشکری میکنیم به این عنوان که کسایی که از سمت ایران میان، مهاجرینی که از سمت ایران میآیه به صورت رایگان اونا رو انتقال میدن. تشکر از بنیاد آقای فقیری که تجار خیریه این کارا رو انجام میدن. خیلی تشکر ازش.